مجبور می‌کنید که طرفداران خود را به صفحه‌های مجازی امیرایزد بفرستند تا در نهایت هم همگی به ابزار تبلیغاتی امیرایزد و چاپلوسی برای یوتیوبرای بزرگ تبدیل شوند. در اصل، مخاطب‌های محتواسازان به ابزار دست و بازیچه ایزد تبدیل می‌شوند و این از دلایل اصلی ساخت چنین کلیپی است، زیرا در میان عوامل دخیل، بسیاری از ما هم در مراحل اولیه اعتراض خود را اعلام کردیم که متأسفانه کار به جایی نبرد. در همین راستا هم بهتر میتونید قیمت نجومی بلیط ها را درک کنید که البته این حقیقت که فروش ها بسیار کمتر از میزان مورد نظر بوده و پس از 24 ساعت همچنان بلیط ها تمام نشدند هم نشان از شکست این پروژه تجاری داره. از سوی دیگر آمار شرکت کنندگان در مرحله اولیه معرفی نامزدها که در نهایت رقم ناچیز 20,000 نفر بود هم نشان از فهم مخاطب از ماهیت کثیف این عیونت است. و حالا با این زمینه‌ها شاید بهتر متوجه حوادث و حواشی اخیر بشوید. اسطوره مکریون که در آنها به هر محتواسازی که نامزد نشده بود عبارت شنیع کس شعر را نسبت داد هم نمودی از عصبانیت امیرایزد و اطرافیانش از شکست پروژه تجاری دی وان اوارد بود. به همین دلیل بود که امیرایزد و مک تمام قد به دفاع از این توهین و ناسزاگویی‌ها کردند، به صورتی که مخاطبین خود امیرایزد هم در گپ تلگرام او اعتراض کردند و همگی از دمقل و غم شدند. در ابتدا امیرایزد و مک هر دو دفاع کردند و پس از اون هم مک در استوری بیان کرد که جرات و حقیقت بازی کرده و در اون مغلوب شده، بهانه دیگر که دیدند فایده نداره و در نهایت متن عذرخواهی منتشر کردند که اگر با دقت بخونید متوجه مغلطه‌ها و ذات حقیقی این افراد میشوید. متنی که در همه جای اون از اظهارات مک به عنوان شوخی یاد شده، شوخی که به دروغ گفت جرات و حقیقت بوده و حالا به ناگهان صرفاً یک شوخی نازیبا بوده. استفاده ابزاری و دید ابزاری نسبت به مخاطب حقیقت و ذات حقیقی این مراسم، امیرایزد و اطرافیان حلقه به گوش او می باشد. امیدواریم که از این اشتباهات و شکستها درس گرفته و به نصیحت‌های دوستدارانش گوش فرا دهد. در صورت صلاح دید، فایل دیگری که به پشت پرده این مراسم می‌پردازد هم در روزهای آتی منتشر می‌شود.